دنیای آرزویم. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که از پشت تفنگم میبینمش، وقتی که میجنگم میبینمش، که آنجا دیگر جنگی نه، تفنگی نه، زوری نه تا به زور براندازی. میبینمش که آنجا دیگر سرمایه کار را قیچی نمی کند، کس را کسی اجیر نمی گیرد. آنجا دیگر نیاز را با نان در جنگ نمی بینی. اندیشه ها و پنجه ها و رباط ها می سازند و می سازند از نان و شادی و دانش و زیبایی هر آنچه را که بخواهی. اما دیگر در هیچ کارخانه نمی سازند، نه قفلی، نه گاو صندوقی، نه دستبندی، نه کلاهخودی. آنجا دیگر پلیسی و آخوندی نمی بینی مگر صورتکایشان را در باغ وحش پارک محله. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که نام قشنگش را هر شب بر دیوار خانه های فولاد شهر و زورآباد می نویسند. نامی که هر صبح عزمی دوباره در دلمان نقش می کند. نامی که هر روز بوزینه ها آن را با فرچه هایی چون ریش ها و کینه هایشان سیاه پوش می کنند. اما نام قشنگ دنیایم از زیر آن سیاهی ها هم می گوید آنجا هر جا که می روی زیبا شهر است، با مردمی گشاد دل، با خانه هایی سرشار از عشق و دوستی. دیوار خانه ها تازه اگر دیواری باشد گلبافه های اطلسی و شمشادند که مرزهای نازک خوشبختی را نشانه می کنند. آنجا صفای عشق از بند زور و زر، از پیلی دروغ و ریاکاری آزاد است. زن یار و مرد یار هر دو برابر. افسانه نیست این، باور کن این حقیقتی انسانی است. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که روز اول مه را با آرزوی آمدنش هر سال در 100,000 شهر چراغانی، در بیشمار کارخانه، خیابان، میدان جشن و سرور جهانی برپا می‌کنیم. دنیایی که زیر سوسوی فانوس معدن می‌بینم آسمان چراغانش را. دنیایی که در کویر خشک نفسگیر می‌بینمش به سبزی جنگل‌ها، می‌بینمش به سرخی مشعل‌ها. آنجا من و تو یاریم، آنجا من و تو با همه یارانیم. با من نگو کجاست، همین جاست یار من. دنیای آرزوی من و تو همین دنیاست، روی همین زمین سفتی که زیر پای ماست. تنها باید که زیر و رو شود. آری باید که زیر و رو شود، هرچه زودتر. با دست ما که ساخته ایم و میسازیم باید که زیر و رو شود هرچه زودتر. بگذار تا باز هم با تو بگویم از دنیای آرزویم. درودهای انقلابی من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامل. یک بار دیگر با پخش زنده پوشش اعتصابات و اعتراضات در سراسر ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. این صدای انقلاب است که ما در گوشه گوشه ایران میشنویم. برای ارزیابی از این انقلاب همراه هستیم با رفیق فریدون ناظری که صحبتی در این مورد داشته باشیم. رفیق فریدون خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. رفیق فریدون، امروز 40 جمعه خونین سیستان و بلوچستان بود و کردستان هم در همراهی با مردم این استان دست به اعتصاب و اعتراض زد. بعضیا میگن که 40 مذهبیه، یعنی گرفتن مراسم 40. بعضیا میگن که نه اینطور نیست. به نظر شما چطور هستش؟ خب 40 حتما مثل یه سنت از مذهب سرچشمه گرفته، در این شکی نیست. منتها تمام موسیقی ایران اکثرا از نوحه سرچشمه گرفته. ما بریم رد کنیم موسیقی ایرانو. بسیاری از شعرها وقتی که شما عروضش رو دقت بکنی
تو نوحه ریشه داره. مثلا نخونیم اون شعرها رو دیگه. اینی که مثلا کریسمس تمام مردم مسلمان و مسیحی و انواع یهودی و همه میگیرن اون روزو. خب معلومه کریسمس برای تولد مسیحه، از کلیسا اومده، از مذهب اومده. نگیرن اون روزو، خب پایه مذهبی اینا از بین رفته دیگه. اینه که ما باید نگاه کنیم چهلم چه تأثیری اگه چهلم وقتی که سنت شده موجب اعتراضات علیه جمهوری اسلامی میشه یا در هر انقلاب دیگری، باید نگاه کنیم چه تأثیری روی جنبش و روی خیزش و روی انقلاب میذاره. اینه که بیایم وسواس اینجوری به خرج بدیم که چون ریشش مذهبی اگه تو هم از چهلم دفاع کردی این در واقع مذهب رو تقویت میکنیم. ما مذهب رو اینجوری تقویت میکنیم. ما هزاران ساعت شاید بشه گفت در طول این 43 سال علیه مذهب صحبت کردیم. چهلم مهسا رو گرفتیم، خیلی مبارزه عظیمی در اون روز شکل گرفت همه جا، در کردستان، در خارج کردستان. خب این تقویت کرد در واقع جنبش ما رو. این در واقع فرصت طلبی نیست، سنتیه که میمونه. مذهب تا 100 سال پیش هر تحول و تغییر و هر حتی مبارزه در دل مذهب پیش میره. بعد مشروطه است که در واقع سرمایه یواش 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 رشد میکنه و این اشکال مدنی مبارزه و اشکال مدنی سنت ها و اینا شکل میگیره. اون اگه بخوام به ما قبل تاریخ برگردم 15,000 سال مذهب هست. یعنی مقصودم اینه که نباید دوچار این وسواس ها به نظر من شد. باید سیاسی بود. ما یک نیروی ایدئولوژیک نیستیم. این فقط برای این سنت نیست. ما الان میگیم این انقلاب در راهه، بعضی ها میان توضیح انقلاب رو میدن. نه، این انقلاب نیست، این هنوز حتی خیزشیه یا یک جنبشیه. انقلاب نیست چون در بالا هنوز قدرت از بین نرفته، شکاف لازم بین بالایا ایجاد نشده، ناتوانی در حکومت کردن ایجاد نشده. پایینی هم هنوز اینجوری نیست که حکومت بالایا رو قبول کنن و دیگه اینکه بدیلی بیارن فلان. این تعریفات رو میارن، انقلاب میگن به کار نبرید کلمه انقلاب. انقلاب دیگه، انقلاب همینه. ما تعریف کلاسیک داریم طبعا برای انقلاب، اما اینجا بحث تعریف و بحث تئوری نیست، بحثی سیاسیه. واقعا این خیزش عنوان یک پروسه وقتی که اینجوری سراسری شده، وقتی که تمام اقشار درش هستن، صورت انقلابی در اومده. حالا مثلا گاهی بگیم خیزش انقلابی، گاهی بگیم جنبش انقلابی، فرق زیادی نمیکنه. ما اینجا مشغول کلاس دانشگاهی نیستیم. این چهلم هم از این جنسه. بله. خب ما داریم روزهای پایانی 8مین هفته این به قول شما خیزش انقلابی یا انقلاب رو پشت سر میذاریم. ارزیابی شما تا اینجا از عملکرد مردم چیه؟ این خیزش انقلابی یا این انقلاب روزهای اول خیلی تحولاتش سریع بود. مثلا شما ببینید وقتی که مهسا رو در واقع موجب جان باختنش شدن نیروهای گشت ارشاد، همه میگفتن خب این گشت ارشاد رو جمع کنید، اونایی که موجب مرگ مهسا شدن بیارید به مردم معرفی کنید، دادگاهی کنید و تنبیه کنید. خیلی سریع این تبدیل شد به سوزاندن به اصطلاح روسری. از اونم خیلی سریع گذشت به حقوق کلی زنان، بدون اینکه این خیزش، این مطالبات زنان، این سوزاندن روسری، این جمع شدن گشت ارشاد رو فراموش بکنه. گفتن اصلا کل جمهوری اسلامی باید بره. این حاکمیت آخوندی که به
اصطلاح غلطی از نظر من، چون همش میگفتن مرگ بر خامنه از بین بره. بنابراین اگه به این تحول نگاه بکنیم، تقریبا همون هفته های اول مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر ولایت فقیه و ولایتش باطله و مرگ بر جمهوری اسلامی به میدون اومد. بعد از اون تحول پیدا نکرده. تحولم چرا پیدا نکرده؟ برای اینکه صاحب تحول که در واقع طبقه کارگره، نه به عنوان آحاد که هستن در انقلاب، بلکه به عنوان یک طبقه که تولید رو بخوابونه، که خدماتی رو که مورد نیاز فوری مردم نیست بخوابونه، این هنوز ما آثارش رو دیدیم. ما بیانیه های واحد و نفت و هفته اینا رو دیدیم، ولی فراتر نرفته. مثلا الان کارگران رسمی نفت برای خواست خودشون در دل این انقلاب گفتن غذاهاتون رو نمیگیریم. این به این معنی نیست اعتصاب غذا کردن. گاهی اشتباه گفته میشه اعتصاب غذا کردن. نه، اعتصاب کردن غذای اونا رو نمیگیرن. غذای خودشون رو ممکنه با خودشون بیارن یا نه بعدن غذا بخورن. اعتصاب غذا فرق میکنه. بنابراین اینا هنوز پشتیبانی کردن از جنبش، خشونت رو محکوم کردن، اما هنوز نیومدن به این میدون. اونایی که بیان، ما با شعارهای معیشتی هم طرف هستیم. الان شعارها تماما سیاسیه. شعارهای دستمزد نیست، شعار ایمنی محیط کار نیست، کار برای بیکار نیست، نانکار آزادی نیست. نانکار آزادی رو تو وقتی دادی میرسی به نانکار آزادی حکومت شورا، یعنی آینده نگری طبقه کارگر. دیگه اینه که حتی شعار بسیار ضروریه آزادی زندانی سیاسی نیست. خیلی به ندرت شنیده میشه، به ندرت حتی در بیانیه ها اینا میاد، در حالی که ما همین الان بیش از 14,000 نفر اسیر دادیم، دستگیر کردن و ما نمیدونیم چه بلایی سر اینا میارن. آیا شکنجه های بهیمی رو که در سال 96 و 98 کردن، اونجا حتی شکنجه ها و یک کارایی کردن که آدم به زبونش نمیاره، ولی الان جرأت میکنن این کارو بکنن. ما هنوز نمیدونیم پشت درهای بسته چه میکنن. چون در داخل زندان های توطئه کردن، آتش زدن، بند 7 و بعد بند 8 هم آتش کردن، تیراندازی کردن به زندانی، حتی میخواستن وارد زندان زنا بشن، بخش زنا بشن. فوراً بین خودشون شکاف افتاد، فوراً یکی از خودشون گفت نکنید این کار. الان هم نمیدونیم این قدرت رو دارن، این چیز رو دارن. چون مثلا این زرقامی گفته یکی از این بازجوهایی که خیلی خیلی ماهرم هست، یعنی به عبارت دیگه خیلی جلاده، گفته من به تنگ اومدم. نه اونا زبون من حالی میشن، نه من زبون ها. خب این یعنی اینی که اون مقاومت عظیمه در برابرشون و اینا هم توان شکستن اون مقاومت رو در خودشون. دیگه اینی که فکر آینده شون هستن، بالاییاشون بچه ها و خانواده و اینا خودشون رو فرستادن انگلیس، کانادا، نیوزیلند، راه فرار خودشون هم تعیین کردن. خب اون بازجو، اون کسی که پایین تره، از خودش میپرسه سقوط کردین هیولا، خب من چه کار کنم با خانوادم، با تو این مردم چه بکنم، از دست این مردم که فردا حکومت خودشون هم داشته باشن، بر سرنوشت خودشون حاکم بشن، چه بکنم؟ مقصودم اینه که آزادی زندانیان سیاسی الان یک شعار بسیار بسیار ضروریه، ولی ما هنوز نمیبینیمش. شاید خب جوون هنوز انقلاب، گفتم صاحب اصلیش هم نیومده. به نظر من امکان نداره جمهوری اسلامی رو بندازیم مگه اینکه طبقه کارگر به عنوان طبقه به میدون بیاد و نهایتا نفت رو ببنده، صدور نفت رو قطع بکنه، نفت رو نده به ارتش، نفت رو نده به سپاه، نده به بسیجی یا بنزینش رو نده و فقط بنزین و سوخت مردم رو تامین میکنه. اون وقت صعود خواهد کرد. خب موانع همین نیومدن کارگران رو در چی میبینید؟ اولا یکی از موانع اصلی همینه که
کارگر در ایران به دلیل اینکه یک بورژوازی خب بی پول اومد، بی امکانات اومد، بنابراین پولا رو برده بودن بورژواهای قبلی، اومد شروع کرد به غارت، شروع کرد به حمله به دستمزد، شروع کرد به بیرون کردن محیط زیست. همه اینا در کنار یک سرکوب هار، یک دیکتاتوری هار، یک مشت خرافات ضد علم و ضد بشر، در نتیجه جامعه ما خیلی فقر زده است. علیرغم این همه ثروت، خیلی ثروتمند ایران به لحاظ کانیاش از جمله نفت و گاز هم دیگه، ولی دچار یک فقر عظیمه. واقعا کار اگر چه اون بخشش که بگیم 20% از جمعیت کارگرها در کارخانه های بزرگ و کارگاه های بزرگ اینا هستن، بقیه 80% باید روزانه کاری بکنن تا بتونن زندگی کنن. خود اینا مگه کار نکنن؟ هنوز پیمانکاری که اینا میخوان بیرونش بندازن هنوز مونده، هنوز قویه، هنوز دستمزدش رو میتونه کم کنه، هنوز میتونه قطع بکنه. به نظر من یکی از موانع همین مسئله فقره. باید الان ببینید اینقدر ثروت توی این مملکت بوده، فقط 5000 بیش از 5000 نفر از بچه های این چیزا که به آقازاده مشهورن که خانم زادم طبعا دارن، فقط تو امریکا نزدیک 400 میلیارد دلار پول نقدشون خوابیده. دیگه اینی که کاخ دارن، چی خریدن، کشتی شخصی خریدن، نمیدونم هر چیز دیگری. این ثروت عظیم دست فقط اون بچه هاست. خب خامنه ای میگن 130 میلیارد دلار زیر دستشه. هر سرمایه‌داری رو نگاه میکنی، اونایی که تو سپاهن، تو بهشون میگن سرمایه‌داران خصولتی، سرمایه‌داران خصوصی، میلیاردها بردن. باید اینا رو از طریق افزایش دستمزد، اینی که برای مثلا جمعه ها که تعطیل، وقتی مجبور میشن کار بکنن 2 برابر بهشون دستمزد بدن، اینجور یه جوری این پول ها رو بیارید دیگه. اینی که اینا اگه تو دست طبقه بریزه، خب طبقه به خودش میاد. مثل دوره انقلاب وقتی که دستمزد کارگر نفت رو زیاد کردن، گفتن خب حکومت نظامی هم باید لغو بکن. یعنی یه حرکت سیاسی، یعنی حرکت سیاسی تو تقویت میکنه دیگه. اینی که ما الان ظرفیت بالقوه اینه که کمک مالی کلان برای کارگرها جمع بشه در یک یا چند صندوق هست، اما هنوز تشکل، هنوز اون رخسارهای قابل اعتماد، چون پول فساد زاست. یعنی نه اینکه 100% که دست زد به پول فاسد خواهد شد، ولی کلا جنسش اینجوریه. بنابراین باید یک کسان معتبر که واقعا مسائل مالی در برابر نیاز طبقه، در برابر نیاز زنان و مردان کارگر، در برابر نیاز انقلاب، برایشون هیچی تقریبا، فقط برای کمک بکنه. ما این چهره ها رو داریم ولی هنوز به میدون نیومدن یا حتی سراسری نشدن. بنابراین الان خیلی راحت نمیتونیم بگیم ای کسانی که در خارج هستین و میلیون اومدید تو خیابونا. اینا امکان دارن، اینا بخشن جز فقرای اون نصفی میگم اون مملکتان، ولی دستشون دهنشون میرسه، میتونن یه مقداری کمک جمع بکنن. قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، پولای کلان میشه جمع کرد، ولی ما اون صندوقا هم هنوز نداریم و با خیال راحت هم نمیتونیم بگیم صندوق بزنید. میگیم بزنید ولی با اون شروط. این فقر اجازه نمیده طبقه کارگر الان بیاد اعتصاب بکنه. دیگه اینه که طبقه کارگر وقتی که اعتصاب میکنه معمولا خب کمیته اعتصاب میزنه و بعد چه بکنه؟ همونجا بمونه. وقتی که مردم تو خیابونن نباید بیاد تو خیابون، ولی هنوز نیروهای مسلح رژیم حالت تهاجمی دارن، هیچ کی رو نمیدارن تو خیابون راه بره. در دوره انقلاب بعد کشتار جمعه خونین، وقتی که کارگران نفت تهران، پالایشگاه نفت تهران
اعتصاب اعلام کردن، وسیعا در نفت و در جای دیگه اعتصاب وسیعا گرفت و خودشون اومدن تو خیابون. یعنی کی؟ وقتی که راهپیمایی ممکن شده بود، وقتی که تانک و نیروهای ارتشی و فلان فلان اینا دم بانک ها و وزارتخونه ها و اداره پلیس اینا حالت انفعالی و غیر تهاجمی داشتن. اگه شما الان نگاه بکنین این حالت هنوز سربازا فرار نکردن، هنوز کسانی که بسیجی اون قسمت های پایینن، بدنه پایینی هنوز فرار نکردن، هنوز بس نشدن به، هنوز کسانی که در کردستان به عنوان اینی که حقوقی بگیرن از روی فقر رفتن مشهور شدن به مزدور، اینا هنوز نیومدن. میگه ما به خاطر فقر رفته بودیم، الان که تو میتونی از من حمایت کنی من میام کناره. چرا؟ برای که هنوز تلیعه اینی که جمهوری اسلامی خواهد رفت برای توده مردم ملموس نشده، برای روشنفکران ملموس شده، برای متفکرین ملموس شده. بنابراین به نظر من یکیش فقر، یکیش هم این سرکوبه دیگه. خب معلومه یکیش هم سرکوبه دیگه، اینه که تشکلات سراسریش رو نداره. اینا مجموعه، من به اصطلاح اگه اشاره بکنم به 3 موردش اینا هست، مانع هست، ولی این موانع رفع شدنی هست. بله. خب رفیق فریدون، در این مدت ما شاهد خشم و نفرت مردم بر علیه آخوندها بودیم و یه حرکتی راه افتاده که در سوشال میدیا تصاویری دست به دست میشه به تحت عنوان عمامه پرانی و حتی مقتدا صدر هم چند روز پیش ابراز نگرانی کرده بود که این حرکت به عراق هم گسترش پیدا کنه. تحلیل شما در این مورد چیه؟ ببینید این حکومتی که ما الان داریم این حکومت کاملا بورژواییه، کاملا حکومت سرمایه دارانه، از نوع وحشیش هم هست اتفاقا. اما اونایی که مردم میبیننشون که این حاکمیت و عملی و علیه مردم به کار میگیره، آخونده هر جا بری هستن، هر جا بری اینا قدرت دارن. اونی که قدرت اصلی دستشه، طبق تحلیل ما میگیم یک حزب اعلام نشده و یک ستاد رهبری اعلام نشده ارتجاعی دستوراتی سپاهیه. اونا در کنار آخوندهای مثل خامنه‌ای و دم و دستگاه ایناش چیز هستن. خب مردم نفرتشون واقعیه، هر جا هستن اینا دارن میزننشون برای اینکه این نفرت رو از خودش، فقط کینه توزی هم نیست، فقط انتقام جویی هم نیست، مظهر این حکومتن، دارن مظهرش رو میزنن، دارن مظهرش رو تحقیر میکنن، دارن کاری میکنن که اینا بفهمن. باید ببینید بخشی از این آخوندا خب دانه درشتن، وقتی رفتن دانه رو کشتن، تو کجا کشتنش؟ تو استخر فرح، تو کاخهای اون دوره هستن و پایین ترش هم بیایی هنوز ثروتمندانی دارن، صاحب سرمایه هایی دارن. این بچه های اونان دیگه خارجن، اینان سرمایه گذاری میکنن، اینان رانت میخورن، اینان غارت میکنن، اینان محیط زیست رو خراب میکنن، اینان جنگل ها رو پاک میکنن، کاخ میسازن، به اصطلاح انبوه سازی میکنن فلان اینان. بنابراین اینا این بخش نه، ولی یه بخششون هم واقعا فقیرن، واقعا بخشی از مردم هن. و حتی مخالف جمهوری اسلامی هم هستن، جرأت نکردن در سطح وسیع بیانش کنن، ولی به اشکال گوناگون بیانش کردن که ما این حکومت اصلا اسلام نباید بیاد حکومت کنه، اسلام یه چیز معنویه برای مردم. خودشون احساس خطر میکردن برای اینکه این رژیم وقتی که میگن اسلام فقط آخون نیست، میلیاردها دلار تو این جریان روحانیت حاکم در جریانه، شرکت دادن، نمیدونم انواع و اقسام کارخونه دادن و رفتن تو تجارت. خلاصه حتی معلوم نیست، ما برای آخونده آمار نداریم، اینا سپاهی ها میدونیم که مواد مخدران در سطح جهان قاچاق میکنن، ممکنه اینا مشغولن. یعنی روحانیتی و اون معنی روحانیت به عنوان معنویت باقی نمونده تو این بخش.
این بخشی از این آخونده مخالف این بودن. بنابراین نمیشه به مردم گفت نکنم کار. نفرت فقط نیست، مظهریه دارن انجام میدن. منتها ما باید یادآوری بکنیم حکومت آخوندی نیست، حکومت سرمایه‌داری. اینا ابزارشن دیگه. جایی پاپیونی و کراواتی مسئلهشه و کار میکنه و اینا، اینجا آخوند و حکومت کاملا سرمایه دارانه. بنابراین باید علیه سرمایه باشیم، بنابراین باید به نیرویی که علیه سرمایه میتونه مبارزه کنه طبقه کارگر کاملا متوجهش باشیم. مقصودم اینه که با این حال خب مردم، من اشون حق میدم بالاخره این نفرت و اینا، اما از این گذار خواهند کرد مردم. اولا آخونده همین الان حتما بخشن اصلا لباس ها رو یا در میارن یا اصلا بیرون نمیان، خودشون خلع لباس میکنن خودشون دیگه. اینی که بیشتر خواهد شد. اما این یکی. دو، معمولا آخوندهای که مقصر نیستن، سطح پایین بودن، فقیر بودن، علیه رژیم بودن، به نوعی با مردم موندن، مردم اونا رو میشناسن. به نظر من به اونا حمله نمی کنن. چندین چیز که ما دیدیم، کلیپ دیدیم، تصویر که دیدیم، حکومتی هن، کاملا حکومتی هن. باد کرده و چاق شده و سرحاله و فلان اینا دیگه. اینه که اصلا میان برن جلسه بگیرن، برن تو اداره شون، برن اونجایی که محل قدرتشونه. بنابراین من فکر میکنم نفرت مردم واقعیه و حق بایدشون داد. خب در بعضی جاها شنیده میشه که میگن که این آخوندهای شیعه هستن که جنایتکارن و فاسدن و اینا. ملاهای کردستان اینطور نیستن. آیا آخوندهای سنی مذهب و شیعه مذهب هم تفاوت دارن؟ از یه زاویه کمونیستی وقتی نگاه میکنی، کسی که خرافات مذهبی رو تبلیغ و ترویج میکنه، ما باید کاری بکنیم این تبلیغ و ترویجش با استفاده از قدرت دولت و با استفاده از ابزارهای آموزش و پرورش اینا نباشه. دستشون از اینا قطع کنیم. مهم نیست خود اون شخص مقصر هست یا نه، عمل کردشون اینجوریه. بعد در کردستان وقتی که رژیم جمهوری اسلامی سر کار اومد، برای همه آخوندها و برای همه ملاها حقوق تعیین کرد. من یادمه خیلی از بودن ملاهایی که در کردستان گفتن نمیگیریم، بهشون دادم، بهشون تحمیل کردن. الان من واقعا نمیدونم چقدر گرفتن چقدر نگرفتن، ولی وسیعا نمگیرشون کردن. ملای کردستان خیلی فرق داره با شیعه ها میرن روزه میخونن، پولای کلان میگیرن. من یه دوره خودم جوان بودم در دانشگاه، یه آخوند چیز بود تو دانشگاه ادبیات بودم، اصلا کاملا ماتریالیست بود، اتئیست بود. میگفتی من یه خو این لباس و این هیکل اینا، میگفت عزیز من بیا بهت بگم، تو وقتی که سر کار می راست میگفت، ما 700 تومان با اینکه لیسانس میگرفتیم 700 تومان در ماه میگرفتیم، اون فقط برای یک روزخانه 1500 تومان میگرفت. اینا یعنی مقصودم اینه که بخشن کارشون این بوده، ولی بخشن هم این کارا هم نداشتن شیعه ها. اما سنی ها این هم ندارن، نه روزخونی به اون معنی هست، نه تو کله خودت بزن و سینه خودت بزن و اینا هست. بنابراین ملاهای کردستان فقیر بودن. یک چیز دیگه نه همشون. بله؟ نه همشون. بله امام جمعه ها هستن که در کردستان جوانای خیلی از مردم رو دادن به چوبه دار سپردن. اکثرا ببینید اونایی که مخصوصا تو روستا هستن، مردم بهشون پول میدن و نون میدن و زمین میدن و حیوان میدن و حتی برش همسر میگیرن و در هر حال مفت خورن. بله، کاری ندارم. متاسفانه مردم نیازمندن دیگه، اینا رو میارن، نیازمند باورایی که دارن فکر میکنن. اگه باور کن متاسفانه البته در کردستان شیوخ جای آخوندو گرفته بوده. میخواستن مثلا یه دختر
بگیرن برای بچه‌شون یا دختر به شوهر بدن، حتما باید حکم اونو میگیرن که اون به اصطلاح مبارکش بود، تبرک بکنه. اما به طور واقعی هم دارن هم آدمایی که بخش از همین یه صنف دیگه در کردستان در قدرت که نبودن، کاملا تحت تاثیر آخوندهای شیعه قرار گرفتن، حاکمیت شیعه قرار گرفتن، بعضا مقاومت کردن بعضا نکردن و الان هم بیانیه دادن. بخش تو سیستان و بلوچستان هم من خیلی آشنا نیستم مثل اینجا، مثل کردستان، ولی خب اونجا هم کسانی همین با همین جنبش دارن خودشونو چیز میکنن. ما باید بدونیم که مسئله آخوند به عنوان یک سنس نگاش کنیم و حکومت آخوندی رو همونطوری که گفتم اصلاحش رو به کار نبریم و بدونیم که این حکومت سرمایه دارن. در کردستان بیشتر از شیعه ها کمتر آلودن، برای اینکه اصلا تحت مثلا اونا تحت ستم بودن به این معنی. به همین جهت ما در ادبیاتمون ملا به کار نمیبریم. گاهی دیده میشه رفقایی به کار میبرن هنوز با سیاست عمومی ما آشنایی ندارن، ما همش آخوند به کار میبریم. بله. خب در چند روز گذشته 227 نماینده مجلس حکم به اعدام معترضین داده بودن. نظرتون در این مورد چیه؟ مردمانی که با دست خودشون به اون نماینده ها رأی دادن و الان اون نماینده ها حکم اعدام فرزندانشون رو امضا میکنن. رفیق کانی واقعا مردم بهشون رأی دادن؟ نه خب نه همه. نه همه. خب میگن همشو چیز کردن، یه اصطلاحی به کار میبرن، صندوق همش پوشالیه، مهندسی میکنن همش. اینا ببینید اینه که اولا اونا بگن و نگن بیفایده است، اینا یه مشت بیکارن واقعا. جمهوری اسلامی مجلسش پوشالیه. حتی قوه مجریش رو خاطبی میگفت ما تدارکاتچی بوده هستیم. یه مشت آخوند و سپاهی در اون بالا تصمیم میگیرن. اینا کشکن، ببخشید اصطلاح کشک شاید خیلی مناسب نیست، یه بیکارن واقعا، یه تأثیراتی در اموری میذارن که خیلی به مسئله حاکمیتی. این یکی. دومی مطمئن باشید همینا از کجا اومدن؟ بورژوازی جدید جمهوری اسلامی از کجا اومده؟ تو زندان ها شکنجهگر بودن، تکتیرزن بودن، حکم اعدام ها رو چیز کردن، بازجو بودن، قاضی بودن. الان سر اینه که کسی بشکه زباله رو آتیش زده حکم محاربه داده. خب این معلومه این جلاده. اینا جلادایی هستن، اسمشون رو ما میشناسیم. اینا میان نماینده میشن، این در واقع بهشون پاداش میدن. اینا از این پاداش بگیرن. نماینده جهل و خرافه و جنایت هم نماینده مردم نیستن اینا. بنابراین چه بگن چه نگن جمهوری اسلامی الان داره کشتار راه بندازه. توی سیستان و بلوچستان 80 تا 100 نفر رو در اون جمعه خونین کشتن. بلافاصله فرماندهان انتظامی اینا رو عوض کردن که بگن خودشون گفتن که مردم و خانواده قربانیان بدونن که اشتباه فرد بوده، در حالی که سیاست عمومیشون اینه. همین الان بعدش در خاش دوباره 10 نفر رو کشتن که بخشن کودکن. سیاستشون اینه، راهی ندارن از هم حاکمیت. خمینی وقت خودش گفته برای حفظ حکومت اسلام میتونیم اصول به اصطلاح نماز و روزه و فلان هم تعطیل کنیم. اصل حفظ حکومته. این برای پیغمبرشون همین بوده. برای این ثروت عظیم، چون قدرت در واقع پول میاره براشون، دست به هر جنایتی میزنن. بنابراین این سیاست عمومیه. همین الان فرمانده انتظامی اون فرمانده
مثلا ناجا اشتری ها اون چیز کرده، یکی دیگر آورده به اسم قنبری. معلوم این چه جنایتکاریه دیگه. اینی که همزمان 2 نفر رو اعدام کردن. این اعدام هم اینجوریه که انسانهای بیگناهی رو و بیدفاعی رو میگیرن میبرن برشون پرونده سازی میکنن، حکم اعدام بهشون میدن، نگه میدارن برای وقتش. یعنی انسانو، این اصلا کار جمهوری اسلامی بوده و هنوز هست، انسانو میارن چیز قربانی اهداف سیاسی خودشون میکنن. قوه قضاییه‌ای در کار نیست. یک مشت جنایتکار اونجا، یک قوه تحت تسلط قدرت‌های بالا است، خامنه‌ای گرفته تا فرماندهان سپاه مثل سلامی اینا تحت این سیاسیه در واقع. استقلال حالا بورژوازی الان نشم هیچ وقت مستقل به اون معنی نبودن، ولی خب یه دوره استقلال نسبی داشتن در غرب و فلان. تو ایران این اتفاق نمی‌افتاد. زمان شاه میگفت اعدام کنید نکنید، ببخشید نبخشید. یه شاه آورده بود در اون بالا این قدرت رو داشت. بنابراین به نظر من اینی که این توحش هست، توحش سراسری، تصمیم سران، هیچ راه حلی ندارن. ورشکستن به لحاظ اقتصادی، روز به روز به لحاظ اقتصادی ورشکسته تر میشن. بعد از روی این وضعیت آشفتگی که دارن تصمیماتی میگن بلافاصله تاثیر میذاره رو چیزشون، اقتصادشون. میگن حمله میکنیم به کردستان عراق، حمله میکنیم به عربستان، یهو دلار میره 36 37 هزار تومان. پشتشون رو میشکنه، صف میبندن پولا رو از بانک‌ها در بیارن، از بورس در بیارن. همه چی گرون میشه در یک عرصه، مثل دلار و مثل طلا و اینا این ور میشکنه پول به مردم که با این فقر هنوز یادمون نره بحث کردیم فقر طبقه کارگر. این تومانی هم که میگیرن یا تومانی هم که میگیرن دیگه قدرت خریدش پایین میاد و پایین میاد. بنابراین مقصودم اینه که یک مشت سر آشفتن تصمیماتی میگیرن. یه تصمیم سرکوب مردم هم از همون نوعه. هرچه بیشتر توحش نشون دادن، نفرت بیشتر شده. هرچه توحش بیشتر نشون دادن، تناسب اوها به نفع مردم و به ضرر خودشون تغییر کرده. بله. رفیق فریدون، زمان برنامه‌مون داره به اتمام میرسه. شما پیام خاصی دارین، مخصوصا اینکه کردستان در تمام این روزها، نمیگم تمام کردستان ولی بیشتر شهرها البته عوض شدن، در اعتصاب و اعتراض بودن و شهرهای نزدیک به مرکز و آذربایجان اینطور نبودن. چطور باید اینا از مردم کردستان و اعتراضات انقلاب کردستان پشتیبانی کنن؟ در کردستان زمینه سیاسی برای اعتراض همیشه بالا بوده. خب از روز اول ما رو به لحاظ اقتصادی عقب تونستن نگه دارن، به لحاظ سیاسی همیشه سرزنده پرتراوت. از روز اولی که به این هیولا گفتیم نه، تا حالا این مبارزه بوده. خود رژیمم اینجا یه تحرکاتی میکنه که چرا علیه مردم کردستان میخواد بیشتر توحش نشون بده. به نظر من دلایل مختلفی داره. یکی اینه که خواهی یه سرکوب بکنه مردم کردستان تاثیر میداره، برای اینکه الان یه وحدت هست. کردستان یه جایگاه ویژه پیدا کرده. کردستان رو سراسر چیز فاشیستان میکنیم، شعاره از تبریز تا کردستان، چی نمیدونم شعارش یادم رفته، از کردستان تا تبریز خشم مردم شده لبریز. بله، از این وقتی که این وحدت هست، اگه این نو بزنه خب تأثیر فکر میکنه، البته تأثیر خواهد بود تو جنبش سراسری. این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که اینجا به ظاهر فکر میکنه خیلی راحت میتونه مردم رو وادار کنه. میدونه مردم مسلحن، میدونه خیلیا مخصوصا پیشمردان قدیمی همه کارکشته جنگیدنن دیگه. این که میدونه سربازایی که سربازی رو تموم کردن میخواد بلکه دست به اسلحه ببرن. دست به اسلحه بردن الان مناسب نیست، تناسب قوا هنوز نیست و مردم تشخیص دادن اینو. رهبرانشون، احزابی که حرفشون میره تشخیص دادن
و این هی تلاش میکنه بلکه این مردم رو وادار میکنه و بعد بگه نگفتم اینا یه مش تروریست تزیه طلبن فلان فلان. مردم به نظر من باید یه مقدار دقت بکنن. مثلا وقتی که تو مریوان وضعیت اونجوری پیش میاد، یک جانباخته ما رو تو تهران میکشن بعد میگردونن و اینا، کل شهر حالت چیز میگیره، در یک شهر در برابر این همه نیرو قرار میگیره و بعد نیرو از جاهای دیگه میارن سرش. باید کاری کنیم اونجا هم این تکتیک محله به محله و یعنی دوچار احساسات نشیم. این خردمندی رو تا حالا مردم کردستان به کار بردن، مثلا مردم مریوان شخصا میشناسیمشون، رهبران بسیار خردمند با تجربه دارن، سالها حتی قبل از انقلاب 57 اینا مدام ارتباط داشتن با مسائل مربوط به عراق و حکومت در عراق و در نتیجه حکومت در کشورهای عربی و یعنی مردم اینجور سیاسی و آگاه. دوچار این نشیم که این رژیم بتونه یه جای شهر رو بتونه زیر ضرب بگیره و اینا. به نظر من کردستان توش موفق نخواهد شد رژیم علیرغم این همه تلاشات. یعنی اگه میبینی این همه سرکوب هست، بیشترین کشته رو بعد سیستان و بلوچستان داده، بعد شهر سرندج گاهی انگار قیام شده درش، سقز همینجور، نمیدونم مریوان همینجور. مال اینی که تلاش ویژه میکنه رژیم، عکس العمل میاره چیزش. باید عکس العمل هامون قانونمند باشه، با قانونمندی انقلاب هماهنگ باشه. بله، سپاسگزارم از حضورتون. خیلی ممنون. و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله و همراهان همیشگی برنامه زنده پوشش اعتصابات و اعتراضات در سراسر ایران، از اینکه تا این لحظه با ما بودید. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. دلپذیر شد گل از خاک بردمید، پرستوده باز گردد نغمه ویش، به جوش آمد از خون درون رگ گیان، بهار خجسته پاک فراوان رسد ز راه، بهار خجسته پاک فراوان رسد ز راه. به دوستان، به یاران آشنا، به مردان چیز پشت پیکار می کنند، به آنان که با قلم تباهی در رفت به چشم جهانیان پدیدار می کنند. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد. به آخر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردام، من مخالف
اجبار یه توهم پلیده از یه اندیشه بیمار. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم، دیگه روسری نمیخوام، منو از چیزی نترسون، من همینم که همینم، تو دیگه